اومدم با یه ویدیو دیگه در این آخه چه خبره؟ وای حوصله اصلا ندارم. تازه از کلاس اومدم خستم و باید دارم بشینم ویدیو بذارم. زندگی یوتیوبر عالیه عالی. بچه ها پیشنهاد میشه هیچ وقت و هیچ وقت یوتیوبر نشید. البته بخوایم بشینم ولی پیشنهاد میشه نشید تو خیلی سخت میشه. حتی بخوایم زیاد حرفه‌ای نشید. البته من دارم تا سعی میکنم حرفه‌ای شم. اگه میخواین یاد بگیرین آموزش یوتیوبر شدن خب میگم گندم بکن. بله باید کلی مس بکنم. با یه بلاکای زیبایی یه جایی برای گوسفنده درست کنم. دنبال چیزم از اون چیزایی که خیلی پنیره، از اون موزم یکی دوستان تو مدرسه هستنش میگه موز بابا زهر موز بونمه که انگار. حالا من مثل 1000 بار که به دفتر میدم میگه ما با هم دوستیم. ای کوفت توی دوستی ما وا بچه شما تو کامنت بگیم ببینم همچی دوستایی داشت. حالا شاید بعضیتون به سن بلوغ رسیده باشید. شما همچی دوستایی دارین یا نه؟ من که خودم پر این دوستم. بچه که این ویدیو میبینن ببینید برسه 2 تا چنل هم میذارم. چنل اول، چنل دومم، چنل سومم و بستم فعلا برای مدتی. چقدر چیز داریم. این از بچه شاید بخوای تجربه من از کیبورد رو بفهمید. بچه کیبورد برای حتی که بخوای مست داشته باشید یکم مست سخته و آروم تکونش بدید چون واقعا خیلی زود میره. خب مثلا من دفعه اول اینطوری بکنید با اینطوری آروم بکنید، نه با اینطوری بکنید. نه اینطوری اگه بخوایم بازی کنیم باشه اینا آره میشه اینطوری که اصلا خراب نمیشه. حالا خراب میشه و اینا نه باشه واقعا میگم خراب نمیشه. حالا باور نداری نه نکنید. ولی خب هرچی خودتون من که میگم خراب نمیشه چون من 1000 بار کردم. تو خیلی از ویدیو 1000 تا از ویدیو ها نگاه کرد. اگه ندیدی بهش دقت کنید میفهم.
رو بذاریم فعلا بکارنیم. عزیزم شما هر دفعه که به خودتون نباید زحمت بدید که شما مهمان عزیز من هستید، خودتون هم میدونید خیلی عزیزی من یه چیز دارم. چیکارش کنم من گریزونه. خب بابا بابایی کی میای بازی؟ فردا بابا امروز باید بیای. من میرم بچه کم ماین کنم تو غار.